خطاب من مستقیم به مسئولان کشوری و استانی مازندران هستش راجع به طرح انتقال آب 2000 و 3000. نقشه های هوایی و بررسی های میدانی نشون میده که دوباره شروع کردین به لوله گذاری. سوال من مستقیم از شماست: آیا این طرح انتقال آب 2000 و 3000 مدارکی که خودتون درستش کردین در 80 صفحه به اسم EIA جا دادین و اصلا مورد قبول نیست، باید پاسخگو باشین به خاطرش؟ نقشه‌ای که نه توجیه اقتصادی داره و نه توجیه محیط زیستی برای انتقال آب 2000، نه حقابه جنگل‌های هیرکانی در نظر گرفته شده، نه چشمه‌ها، نه رودخانه‌ها و نه مردم و نه همچنین کشاورزی‌های اطراف، نه مدل سازی اکولوژی انجام شده. هیچ کاری برای این کار انجام نشده. فقط مستقیم بر تصمیم گیری از طرف کسیه که مردم عزیز بدونین، کسی که باعث بزرگترین غارت کشور شد و باعث فراری دادن خاوری به کانادا شد. همین حلقه ها کسایی هستن که الان سر آب 2000 و 3000 معامله کردن. همین حلقه ها با شرکت های وابسته به خودشون، دوستان و رفیقانشون دارن آب و طرح انتقال 2000 رو دارن اجرایش میکنن. این دفعه راجع به آب داریم صحبت میکنیم. آب که نفس حیات زندگی مازندران و کشور در این شرایط بحرانی زیست محیطی به اون وابسته است. مسئولین باید پاسخگو باشید. شما همون هایی هستین که با همون فرمان باعث خوش شدن هورالعظیم شدین. باعث شدین از ارومیه فقط یک نفس بمونه. باعث شدید از زایندرود و کارون فقط یک خط بمونه. شرم کنید به خاطر خدا. ما هم پیمان هستیم برای ساختن ایرانی سرسبز، برای رودخانه‌های پرآب. شما باید مسئول باشید و تا زمانی که مسئول نباشید صدای ما بلندتر و رساتر خواهد بود.